من ارشیا هستم و این ویدیو اولین ویدیوی چنل یوتیوب منه. من فقط اومدم خودم معرفی کنم و همراه یک گیم پلی. من نه دیوایس درست حسابی ندارم اینجور چیزا و چسناله نیستم. اومدم که فقط مفید باشم و در این زمینه سعی خودم بکنم که مثل بقیه یوتیوبران خودم بکشم بالا و هر چیزی که در مورد کال آف دیوتی موبایل یا مثلا گاد آف وار، رزیدنت ایویل و غیره هستش در اختیار شماها من میذارم و هر اتچمنتی باشه، تنظیمات بیسیک یا غیره، هر چی باشه من در اختیارتون قرار میدم کاملا رایگان. و فقط قصد من در اومدن در اینجا و با اسپانی که کسی که شده من در این زمینه یعنی یوتیوب فعالیت داشته باشم فقط علی آرنوس. نمیدونم میشناسین یا نمیشناسین. من از 11 سالگی 11 سال بودن 9 سالگی چیز از اون موقعی که علی فعالیت کرد من علاقه‌مند شدم به یوتیوب و اصلا به من یوتیوب پولش اصلا مهم نیست. فقط قصدم اینه که به یکی از آرزوهای بزرگم که یوتیوبر شدن برسم. اصلا قصدم این نیست که 1 میلیونی 2 میلیونی شم، فقط یکی 1000 تایی بسه واسه بنده. و من هم بتل رویال پلی میدم هم مولتی. الان در رنگ مولتی خدمت شما هستم و اگه حمایت شم حداقل یه نفر این ویدیو منو نگاه کنه، حداقل یه نفر منو نگاه کنه 5 گان برتر این سیزن رو میذارم و دیگه کلامی حرفی برای گفتن ندارم. اگه حوصلتون سر میره یا از نوب بودن بنده رنج میبرین بزنیم بریم ویدیو. من بقیهش گیم پلی و صحبت های دیگه میشه. باتروم شانس منم باتروم نقطه. آره همین همین برام میگم. هر چیزی که در این کار باشه من بهتون یاد میدم. مثلا راه حلی باگی چیزی باشه اگه خودم بهش برخورده باشم میگم واسهتون. همین دیگه حرفی برای گفتن ندارم. اگه انشالله یه گوشی بهتری بگیرم. گوشی بنده آسیودو قدیمیه، A12 از این بهتره ناموسن. خیلی لگ میگیرم الان اول بازی، هم دستم گرم هم چیز چرا همین یه ذره بسخواه میکنم. الان باتروم هم انداخته. بتل رویال میذارم و غیره و 10 گان برتر همیشه میذارم. اخبار که اخبار مهم میذارم بیشتر تا مثلا اخبار نیمه کوچولو موچولو. همین بریم باره گیم پلی. گود بای. بچه من نمیخوام حوصلتون سر ببرم، خاطر همین باتروم هم انداخته، پینگ منم یه ذره بالاست، تیرام ریجستر نمیکنه. همین ویدیو رو قطع میکنم. ممنون که تا اینجا همراه بنده بودین و ممنون که حمایت میکنین. یه کار کنین که ما هم بریم بالا. ممنون و خدا یار نگهدار شما باشه. انشالله هر چیزی که تو زندگی میخواین به دست بیارین و آرزوهاتون برسین. آرزوی بنده اینه که یوتیوبر بشم و اولین ویدیوی استارت خورده بنده این هستش. خدا نگهدار شما.